سلام به شما بیننده عزیز در هر کجای دنیا که دارید برنامه ما رو تماشا میکنید. یک بار دیگه ونکوور میزبان یکی از هنرمندای عزیز کشورمونه. ما این دفعه میزبان سوپر استار سینمای ایران هستیم. میدونم همه شما خیلی دوستش دارید و فیلماشو دنبال میکنید. ما در خدمت بهرام رادان عزیز هستیم و جا داره از اینجا به ایشون خیلی مقدم بگیم. من میخوام از چند تا از بیزینس هایی که تو این برنامه ما رو یاری کردن تشکری داشته باشم. بیزینس هایی که نه تنها تو جامعه ایرانی محبوب هستن بلکه کانادایی هم میشناسنشون. اولین بیزینسی که میخوام تشکری داشته باشم ازشون رستوران یاسه. شما طعم واقعی غذاهای ایرانی رو میتونید اونجا امتحان کنید، به خصوص کباب های رستوران یاس. اگر یک بار برید اونجا پشیمون نخواهید شد. بیزینس بعدی که میخوام به شما معرفی کنم گلفروشی طلاست. گلفروشی طلا. نه تنها جامعه ایرانی همه گلفروشی طلا رو میشناسن بلکه کانادایی‌ها گلاشون رو به گلفروشی طلا سفارش میدن. گلفروشی طلا برای هر مراسمی دیزاین مخصوص خودشو داره. باید یک بارم که شده گلفروشی طلا رو امتحان کنید. گلفروشی طلا همیشه تمام بیزینس‌ها و جامعه ایرانی رو ساپورت کرده. استیجای قشنگی دیزاین کرده، مراسم‌های قشنگی رو دیزاین کرده و حتما بهتون توصیه میکنم گلفروشی طلا رو یک بار هم که شده امتحان کنید. و اما بیزینس بعدی رستوران سنتی قنبره. ازشون پرسیدم که چرا اسم رستورانتون رو گذاشتید قنبر؟ گفتن به خاطر اینکه اولین قهوه خونه توی ایران، اولین قهوه خونه‌ای که احداث شد قهوه خونه‌ای بود به نام قنبر که توی بازار تهران احداث شد و ما این اسمو از اونجا برداشتیم. یک محیط شاد و مفرحی داره که باید حتما برید و از نزدیک ببینید با لایو میوزیک. و رستوران سنتی که بافت سنتی که شما میتونید توی ایران ببینید میتونید شما توی این رستوران هم ببینید. و اما نوبت رسید به شیرینی سرای گلستان. باید حتما یه بار هم که شده شیرینی سرای گلستان رو امتحان کنید. تازه و خوشمزه. و حتی میتونید کیک ها و شیرینی های مجالس و مراسمتون رو به شیرینی سرای گلستان سفارش بدید. و اما بیزینس بعدی که ما رو ساپورت کردن مؤسسه لوتوسه. تعمیر و ساخت انواع تلاجات و نقره‌جات. شما میتونید برای ساخت و تعمیر طلاهاتون و نقره‌هاتون به این مؤسسه مراجعه کنید. و آخرین بیزنسی که ما رو تو این برنامه همراهی کردن صرافی حافظه. سرویس برتر، پایین ترین نرخ تبدیل ارز در کوتاه‌ترین زمان ممکن. تمام ایرانیای اینجا صرافی حافظ رو میشناسن. یکی از معتبرترین و مطمئن‌ترین صرافی‌های شهر ونکووره. شما میتونید از این به بعد با صرافی حافظ کار کنید و مطمئن باشید که پشیمون نمیشید. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا حافظ. در خدمت آقای بهرام رادان عزیز هستیم. سلام بهرام جان. سلام. ضمن خیر مقدم خیلی خوش آمدی به ونکوور. امیدوارم که طالبت خوش گذشته باشه. بله عالی بوده همه چی. ممنون. چند تا سوال می‌خواستیم بکنیم که بینندگان عزیزمونم از نزدیک باهات آشنا بشن. اولین سوالم اینه که از چه سالی شروع به کار کردی و از چه سالی و چه جوری وارد عرصه بازیگری شدی؟
شروع کار من سال 1378 بود با بازی تو فیلم شور عشق. کلاس بازیگری رفتم و از مدتی انتخاب شدم برای بازی تو این فیلم و کم کم دیگه ماجرا برام جدی شد و حرفم انتخابش کردم. الان راضی هستی؟ کاملا. آها. میخواستم یه مقدار یا چند تا سوال از زندگی خصوصیت بکنم. اولا اینکه میدونم که خیلی بینندگان عزیز دوست دارن که با سوپر استارهای سینما و زندگی خصوصیشون از نزدیک آشنا بشن. میخواستم بدونم که متولد چه سالی هستی، کجا به دنیا اومدی، بچه چندم خانواده هستی و آیا خانوادت پدر مادرت مشکلی نداشتن با اینکه تو بازیگر میخواستی بشی یا نه؟ برامون یه توضیحی بده. من متولد 8 اردیبهشت سال 58م و تهران به دنیا آمدم، همین خونه‌ای که هنوزم درش زندگی میکنم و 2 خواهر دارم و 1 برادر و فرزند کوچیکتر خانواده‌ام. پدر و مادرم نه، فکر میکنم که اینقدر من کارهای عجیب و غریب در زندگیم کرده بودم که اون روزی که بهشون گفتم که تصمیم دارم که هنرپیشه بشم اون رو جزو همون ماجراجویی‌های معمول گذاشتن و برای همین مشکل خاصی هم نداشتن هیچ وقت. و دیگه چه سوالی کردین؟ گفتم که مشوقت بودن توی این راه و یا اینکه نه؟ مشوقم نمیشه گفت، واسه هیچ وقت تشویقم میکردن که این کار بکن، کاری هم به کارم نداشتن، که میدونستن که یعنی یک اعتمادی بودش بینمون که میگفتن که خب حتما میگفتن حالا درس دانشگاه تو بخون، هر کاری میخوای کنارش هم بکنی بکن. الان خوشحالن که سوپر استار سینما ایران هستی؟ باید از خودشون بپرسید. حتما. میتونی برای ما بگی که چند تا فیلم تا حالا بازی کردی؟ من با احتساب اگر انیمیشن تهران 1500 رو هم جزو کارام بتونم اسم ببرم 28 تا فیلم بازی کردم تا به حال تو 13 سال، تقریبا تو 13 سال. کدوم فیلم تو خودت بیشتر از همه دوست داشتی؟ یعنی ایفای نقشت تو کدوم فیلم بیشتر از همه دوست داشتی؟ ببینید اساساً روز اولی که ما میریم قراره که یک فیلم شروع بکنیم به این اعتقاد هستیم که اون فیلم خوبی میشه که میریم کار میکنیم. حالا بعضی موقع‌ها چون عوامل زیادی هم در کنار هم دیگه قرار میگیرن که این فیلم خوبی بشه، بعضی موقع‌ها خب همه این عوامل دست به دست هم میدن و یه اثر قابل اعتنا خلق میکنن. بعضی موقع هم خب بالاخره اتفاقاتی میفته که فیلم اون چنان که باید شاید فیلم خوبی نمیشه. من تک تک فیلمایی که کار کردم سعی کردم با عشق کار کنم، ولی خب اون بازخوردی هم که از مردمم میگیرم تاثیر داره تو تمایل خودم به اینی که بعدها به عنوان یک خاطره خوب ازش یاد کنم. بین همه کارهایی که کردم خب بالاخره به خاطر بازخوردی که از مردم دیدم سنتوری خب برام یک سنتوری یکی از قشنگ‌ترین فیلمایی بوده که میدونم که همه بیننده‌هامون خیلی دوست دارن این فیلمو. مرسی. راجب گفتی سنتوری، راجب فیلم سنتوری بگو. شنیدم 2 روز قبل از اکرانش اجازه اکران ندادن، یعنی قرار بود اکران بشه و 2 روز قبل از اکران گفتن که اجازه نمیدیم و با ممنوعیت مواجه شد. میخواستم ببینم که چه جوری بوده. حالا دیگه همینطوری که میگین یه سری اصلاحیه‌ها به فیلم خورد و تقریبا 17 دقیقه فیلم رو سانسور کردن. این حالا اسمش رو میذاریم سانسور، حذف کردن، تعدیل کردن، اصلاح کردن، نمیدونم چیکار کردن. بعد موقعی که با همون بعض قرار بود اکران بشه خب 2 روز قبل زنگ زدن که نه صلاح نیست که اکران بشه. دیگه فیلممون رو سعی کردیم رایزنی بکنیم با آقای وزیر اون موقع و بقیه معاونت امور سینمایی. نشد تا اینکه فکر کنم 6 ماه یعنی وسط تابستون قرار بود اکران بشه که تعویق افتاد و 22 بهمن یا 21 بهمن همون سال نسخه قاچاقش اومد بیرون. چون CD امسالت پرفروش‌ترین CD سال بود. برای من خیلی جالب بود. یه مقدار راجع به این برامون توضیح بده و برای بینندگان عزیزمون. بالا قصد این بودش که حالا یه کمی سینما رونقش کم شده، یه کمی فاصله گرفتیم از سینما، علایقمون رو به زبان موسیقی بگیم. من به صورت حرفه‌ای خواننده نیستم و قرارم نیستش که به صورت حرفه‌ای کار خوانندگی بکنم، ولی سعی کردیم که به زبان موسیقی اون چیزایی رو که دوست داریم رو بیان بکنیم. حالا یه گوشه‌ای از کارهامون میشه گفت به عنوان یک کار جنبی بهش نگاه می‌کردم که اومد بیرون و حالا منتظرم که ان شاءالله
مجوز کلیپاش بیاد که اشاره کلیپاش هم بدیم بیرون، که اصل ماجراش اصلا ما به خاطر کلیپ ها بودش که بیشتر ساخته شدن چند تا کلیپی که حالا روش کار کردیم که این موسیقی رو هم قبلش آلبومش رو دادیم بیرون. برای من خیلی جالب بود که یه سوپر استار مملکتمون کارهای خیریه هم زیاد انجام میده. میشه راجبش یه توضیح بدی؟ اولا اینکه کار خیریه که خود جزوی از به نظر من حالا وظیفه هاست، حالا هر کسی که انجام میده. ما سعی میکنیم حالا یه موقعی از نظر تبلیغی همین کار بکنیم تا تشویق کنیم مردم رو به کمک کردن به هم نوع، و یه سری کارها حالا انجام دادیم تا به حال. این فیلم رو هم عوایدی که از این فیلم به دست میاد رو قراره که بفرستیم در توسط خیریه صالح در تهران، بفرستیم برای زلزله‌های آذربایجان. مثلا الان فصل سرد هست و پیشنهادی هم که خود من دادم این بودش که اینو تبدیل به کالا بکنیم، پتو مثلا، بخاری یا هر نیازمندی که اونجا دارن مردم. نمیدونم چقدر میشه، امیدوارم که حالا قابل توجه باشه که شرمنده‌شون نشیم. بهمون گفتی که فاصله گرفتی از کار بازیگری، میخواستم ببینم دلیلش چیه؟ کار من در حقیقت مختص به بازیگری نیستش، بیشتر سعی میکنم که هنر رو دنبال بکنم به عنوان یک شغل. حالا گاهی بازیگری هستش، گاهی حالا همونجوری گفتم موسیقی هستش، شاید کارهای دیگه هم در آینده بکنم. اینی که راضی هستم فکر نمی کنم که اگر دوباره به دنیا بیام راه غیر از این برم. فقط این که شرایط کار هم باید مهیا باشه. این درباره سینما چیزی گفتم به خاطر اینکه خب اتفاقی که در سینما داره میفته، در سینما ایران داره میفته، رکود ساخته شدن فیلم هستش و به خاطر همین منتظریم تا انشالله ببینیم که سال دیگه با مدیریت جدیدی که قراره بیاد یک اتفاق دیگه‌ای در سینما بیفته و دوباره به حالت رونق قبلی خودش برگرده انشالله. پیامی برای بیننده‌های ما داری یا جوانایی که دوست دارن وارد عرصه بازیگری بشن، پیامی براشون داری؟ پیام نه، ولی یک توصیه شاید داشته باشم که هر کاری که دوست داشتن و عشقشون عشق داشتن بهش به اون سمت برن و مطمئن باشن که هیچ وقت پشیمون نمیشن. حالا هر چی که بود، اگر بازیگری بود بازیگری، اگر پزشکی بود پزشکی، هر کاری که دوست داشتن رو اون کار رو انجام بدن، چون که در نهایتش اینه که حتی اگه خدای نکرده شکستن بخورن براشون لذت بخشتر از اینه که کاری رو دنبال بکنن که علاقه بهش ندارن. مرسی بهرام جان، بیشتر از این وقتتون نمیگیرم. میدونم که الان توی سالن مردم منتظرتن و یه جلسه پرسش و پاسخ داری. مرسی از بیننده‌های عزیزی که تا حالا با ما بودین. تا برنامه بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا حافظ. جادوی سینما حضور امروز شماست در سرزمینی بسیار دور از زادگون. پس سلام می‌کنیم به جادوی سینما، به جادوی حضور شما و به شما. خوش آمدید. لذت فیلم دیدن خود موهبت بزرگ هنر به انسان امروزه و لذت فیلم دیدن با هنرمندان سنتی است همپای سنت تماشای فیلم که در مراسمی چون فرش قرمز متجلی میشه. سپاسگزاریم از شما که قدم نه بر فرش قرمز بلکه بر رواق دیدگان ما گذاشتید و در این لذت با ما همراه شدید تا سینما رو به جشنی بدل کنیم، جشنی از رنگ و نور و عشق و دوستی. 2 ماه پیش در کشورمون در آذربایجان ایران زمین لرزید و دلهای ما هم. پس تصمیم گرفتیم که همه درآمدهای این برنامه رو همراه با دعای خیر به مصیبت دیدگان این زلزله بفرستیم. تمامی مسئولیت این گام بر عهده بنیاد خیریه صالح در تهران خواهد بود. و اگر دوست دارید در مورد بنیاد صالح اطلاعات بیشتر به دست بیارین، بیرون از
همین سالن تئاتر میز مختص ساده هست که میتونین اطلاعات بیشتر رو اونجا ازشون دریافت کنید. A few words in English for our guests who are non-Farsi speakers. Welcome to tonight's evening, and a warm hello, as warm as the autumn sun that's been extra generous this past few weeks. Thank you for joining us for this celebration of movies and cinema, for this chance that's brought us together, and for the magic of movies that allows us to share ideas, history lessons, and love in colors and light. Tonight we're honored to have Mr. Maurice Capethorne here with us. Mr. Maurice Capethorne, amongst many other prestigious titles, held the position of the Special Representative of the United Nations on Human Rights in Iran. And he's currently the professor of law at the University of British Columbia. He was also appointed as Queen's Counsel in the 1980s. We're honored to have him here. Thank you and hope you enjoy the movie. خب عزیزان، در خدمت مارال عزیز هستیم که هم اسپانسر این برنامه بودن، هم برنامه گذار این برنامه بودن و امروز این برنامه رو براتون تدارک دیدن و مثل یه برنامه دیگه هم دارن که 28 اکتبر قراره که اجرا بشه. در خدمت مارال عزیز هستیم و ازشون میخوایم که هم راجع به این برنامه توضیح بدن، هم برنامه‌ای که قراره انجام بشه، اجرا بشه. سلام مارال جان. سلام. خسته نباشی. برای بینندگان عزیزمون توضیح میدی راجع به این برنامه‌ای که اولا خسته نباشی، بعد میخواستیم که واسه بینندگان عزیزمون توضیح بدی که چه کارهایی برای این برنامه انجام دادی و چه کارهایی در دست اقدام داری. درسته. ما همراه با چند تا از دوستان خیلی خوبم، خانم مقدمجو و آقای تشکر، این برنامه رو تونستیم که انجام بدیم و از آقای رادان دعوت کردیم که با حضور خودشون و نمایش فیلم بتونیم به قول معروف این برنامه رو انجام بدیم و تمام عواید این فیلم برای زلزله زده‌های آذربایجان فرستاده میشه توسط خیریه صالح و امیدوارم که در برنامه‌های بعدی هم که باز بتونیم اجرا کنیم، حالا چه برای چریتی و یا حتی ایونت‌های دیگه هم بتونیم این کار رو انجام بدیم. و یه نمایشنامه‌خوانی رادیویی داریم ما که برای 28 اکتبر هستش. کارگردانشون خانم آشا مهرابی هستن که ایشون خودشون کلاس‌های گویندگی و دوبله دارن در مؤسسه نوا و این برنامه جدیدمون هستش که 28 اکتبر هست و امیدوارم که بتونیم به قول معروف زود برنامه‌های جدیدمون رو باز ارائه بدیم. برنامه‌تون کجا برگزار میشه؟ چه ساعتیه؟ برای بینندگان عزیزمون بگو که اگر که دوست داشته باشن جوین بشن با برنامه شما، بیان و شرکت کنن و راجع به کلاساتون هم یه توضیحی برای ما بده. بله حتما. ما دقیقاً توی سالن SFU فلچر تیاتر برنامه‌مون هستش 28 اکتبر که تیکت ها رو میتونن، البته خب ما توی فیسبوک پیج درست کردیم ولی میتونن تماس بگیرن با شماره های 604 831 72 71 و همچنین خانه فرهنگ و هنر تماس بگیرن، تیکت ها رو بتونن دریافت بکنن و ساعتش هم 4:30 بعد از ظهر 28 اکتبر هست. واقعا هنر نزد ایرانیان است و بس و اینو واقعا از ته قلبم میگم، هر طوری که میشه باید هنر و هنرمند رو ساپورت کرد و چه بهتره که هنرمندانی مثل آقای رادان قبول زحمت کنن، بیان مردم اینطوری ما بتونیم جمع کنیم و بتونیم عوایدش رو برای نیازمندان هموطنان عزیزمون بتونیم بفرستیم. این تنها پیغامی که واقعا دوست داشتم بگم. مرسی از تو مارال جان، امیدوارم که همیشه موفق و پیروز باشی. سلام، از پایا تیوی هستیم. میدونم که شما فیلم راه آبی ابریشم رو الان دیدید، مال آقای بهرام رادان بازی کردن و امشب ما میزبان آقای بهرام رادان هستیم. میخواستم نظرتون رو راجع به فیلمی که دیدید واسمون بگید. نظر من این که فیلم خیلی جالبیه برای اینکه نسبت به فیلم‌های ایرانی که معمولیه خیلی متفاوته. من واقعا لذت بردم از دیدنش.
بازم میایید اگر که برنامه‌ای باشه یا هنرمند دیگه ای رو دعوت کنیم بازم تشریف میارید برای دیدن فیلم‌های هنرمندا؟ بله حتما. خیلی متشکرم، ممنونم، موفق باشید. سلام خانم، حال شما؟ از پایا تیوی هستیم، می‌خواستیم نظرتون رو راجع به فیلمی که الان اکران شد مال آقای بهرام رادان بپرسیم. به نظرتون این فیلم چجوری بود؟ تجربه خیلی خوبی بود. برای اولین بار بود که من توی یک همچین جمعی بودم به همراه یک از هنرمندای عزیزمون، سوپرستار خوبمون آقای بهرام رادان. فیلمو دیدیم. با امید اینکه از این برنامه‌ها بیشتر داشته باشیم فیلم. حتما. خیلی متشکرم از لطفتون، ممنون. با شما هستیم با جلسه پرسش و پاسخ با آقای بهرام رادان از پایا تیوی. خواهش میکنم که این برنامه رو دنبال کنید، جایی نرید، با ما باشید. متشکرم. آذر سال 87 ما فیلم برداری کردیم. 4 ماه جزیره بهشت بودیم، تمام جنگ ها و شب ها و به اصطلاح همه اون دریانوردی ها در جزیره بهشت انجام شد. 1 ماه تهران شهرک سینمای غزالی بودیم که داخلی قصر و اینها رو گرفتن. بعد 2 ماه تایلند و در آخر هم 1 ماه شاید 3 هفته چین. فیلمم پارسال اکران شد و نکته دیگه که قرار بشه از فیلمم بگم همین. امیدوارم که خوشتون اومده باشه و اگر که سوالی هست من خدمتتون هستم. لطفاً اگه کسی سوالی داره دستتون رو بلند کنین و به مدت 20-25 دقیقه رادان برامون جواب سوالا رو میدن. کسی سوالی نداره؟ بفرمایید. من خیلی خوشحال هستم که اینا تونسته همچین فیلم قوی رو تهیه کنه و انتخاب بازیکن‌ها بی‌نظیر بود. انتخاب شما آقای رضا کیانیا و آقای ارجمند خیلی مهرا خوب سر جاش قرار گرفته بود و رنگ‌آمیزی فیلم بی‌نظیر بود. دریا رو خیلی قشنگ نشون داده بود و بازی هنرمندانه شما 3 نفر خیلی زیبا بود. ممنون ازتون. مرسی از لطفتون. مرسی متشکرم. قصه این که در زمان قدیم یک بندرگاهی در نزدیکی بین بوشهر و فکر کنم بندر لنگه بوده به اسم بندر سیراف که خیلی پر رونق بوده در اون موقع. هنوز هم ازش یک تقریبا میشه گفت شاید یک ویرانه ای از اون بندر وجود داره. اما داستانی که فیلم بر اساس اون اقتباس شده یک داستان غیر واقعیه، یعنی یک لایده ذهن نویسنده است. فقط این رو می‌خواستیم نشون بدیم که در زمان‌های قدیم ایرانیان برای تجارت با چین باید همیشه واسطه‌ای مثل هندی‌ها رو می‌داشتن. به خاطر اینکه هندی‌ها می‌خواستن که نفت ببرن از این تجارت بین این دو تا کشور و هیچ وقت اجازه نمی‌دادن که بدون واسطه اینها با هم دار و ستر کنن. این اولین باریه که ایرانی‌ها در زمان فکر می‌کنم دیلمیان، حالا 1100 سال پیش، اولین باری که از راه دریا تونستن به چین برسن. شما بفرمایید. من یه سوال داشتم راجع به اکثر شخصیت‌های فیلم وقتی صحبت کردن خیلی ادبی صحبت کردن. شما متفاوت بود صحبت کردن، خیلی امروزی صحبت کردن. میشه اینو رو بگیم؟ بله خواهد من این رو نمیدونم مقصر کی رو بدونم. یکی از چیزایی است که خودم ناراحتم براش، به خاطر اینکه ما دوبله کردیم کل فیلم رو. در زمانی که دوبله کردیم فیلم رو جدا جدا می‌رفتیم برای دوبله و خب به من اگه میگفتن که بقیه بازیگرا همه ادبی صحبت کردن، منم ادبی صحبت کردم، اما یه اینقدر هم خنده ولی خب به من گفتن که دیالوگ‌ها ادبی نوشته شده و شما محاوره اونها رو با لحن محاوره بگید
و من هم کارم انجام دادم. بعدا خودم اتفاقا دفعه اولی که این فیلم رو تو جشن دیدم خیلی جا خوردم. به زبان ما میگیم که اسلام رو پذیرفته بودن ایرانی‌ها، ولی نه خواهش ولی اگر اشتباه نکنم فیلم مال مثلا 200 سال بعد از به وجود اومدن اسلامه که در اون زمان ایرانی‌ها هم اسلام رو پذیرفته بودن به عنوان دینشون. سوالی دیگه ببخشید 2 تا سوال داشتم. زمان دیلمیان همین خط فارسی بوده که می نوشتن، چون دیدم فارسی فیلم نوشته شد، یا به خط دیگه بوده؟ من اطلاع دقیقی در این باره ندارم، اما فکر میکنم که شاید مطمئنم که خب اگر اسلام وارد مملکت شده باشه که خب حالا عربی وارد شده و حالا رسم الخطش شاید یک رسم الخط دیگری بوده و در فیلم شاید اگر رسم الخط رو استفاده میکردن متوجه نمیشدیم ما مثلا خط کوفی بوده یا حالا هر چی بود. برای همین از این استفاده کرد، ولی اون احتیاج به یک جستجوی دقیق تاریخی داره. خواهش میکنم. سوال از این سالن. سلام، من ببخشید فارسیم خیلی خوب نیست. خودم اینجا بودم میتونم به انگلیسی. بله بفرمایید. I'm an acting student, and I was wondering if I can ask you questions about like your acting career. Oh no. Okay, so like for your movie Adi Saturi, how did you prepare yourself for that role, like being a jumpsuit? Like how did ما جوابشون فارسی میده. اشکالی نداره. Yeah, I understand. It's just when I speak, I باشه. برای فیلم علی سنتوری جدا از اینکه خب بالاخره حالا آقای مهرجویی به عنوان کارگردان در کنار بودن، ما یک نفری رو داشتیم، یک دوستی که به مدت 15 سال به هروئین اعتیاد داشت و 3 سال بود که ترک کرده بود در زمانی که فیلم ساخته شده بود می‌ساختیم و اون همیشه همراه بود، مثل یک مدل. آقای وثوقی هم که چند وقت پیش باشون صحبت می‌کردم، این همین رو برای فیلم گوزها داشتن. یک فردی بوده که اونجا مثلا میشه اون موقع اون فردی که برای فیلم گوزها بوده در اون زمان ساخته شده گوزها هم معتاد بوده. میگفتن آقای وثوقی که میشه روشه‌ای و واقعا از روی حرکاتشون اینها به قول معروف ایده میگرفتن. ما هم همچین کسی داشتیم، خدا شکر این بنده خدا ترک کرده و اون بود که من میگفت که مثلا حالت چشم‌ها اینجوری میشه، مثلا یادمون میدادیم مثلا میریزن تو پاشو و پاشو بوزش رو دام و کمک خیلی خیلی بزرگی هم کرد به اینکه بتونیم اون نقش رو ایفا کنیم. شما وسط سالن. سخت‌ترین صحنه که تو همون فیلم برداشت و این بازی کردیم همین فیلم کردن دیدیم. بله. سخت‌ترین صحنه من همون طوفان شب‌ها بودش دیگه. طوفان شب‌ها نمی‌شنم دیگه. طوفانی که شب‌ها میومد بخاطر اینکه البته فصل زمستون بود که فیلم برداری کردیم، اما پشمم هوا اونقدر سرد نبود ولی دریا سرد و خب اون آبایی که توی کشتی میریختن خب چیز بود. یه نکته‌ای که در مورد فیلم بود این بودش که با این حال که میگم 6 میلیون دلار برای فیلم خرج شد ولی این باز لو باجته در شکل ساخته شده همچین فیلمی، یعنی شاید باید 10 برابر بیشتر از این خرج می‌شد. یه سری ادوات رو ما نداشتیم و یه سری از امکانات رو نداشتیم، مثل اینکه ما از شمشیر واقعی استفاده می‌کردیم. شمشیر واقعی 5 کیلوگرم تا 10 کیلوگرم وزنشه. 2 تا شمشیر که به هم می‌خورن جرقه میزنن و حالا جدا از سختی که چیز داره خطرناک هست همچین چیزی خیلی. برای همین ولی خب قاعده‌اش این بود که مثلا در فیلم‌های اینچنینی مثلا اگه تروی رو شما ببینید، مثلا صحنه اول تروی رو که خود آکیلیس حالا براد پیت اون نیزه رو اون شمشیر رو فرو میکنه به گردن اون هرکول، توی پشت صحنه‌اش که نگاه بکنی اصلا شمشیری وجود نداره،
یک دسته است که بعداً با کامپیوتر اونو میذاره. این فیلم هم خیلی جلوه‌های ویژه کامپیوتری داشت، ولی خب دیگه باید از این بیشتر خرج میکردن و نشد که خرج میکنن. خدمت شما عرض کنم اولا که آقای بزرگنیا متخصص دریا هستن. 3 تا فیلم سگانه دریایی دارن که البته 20 سال پیش ساختن، جنگ نفتکش‌ها، طوفان و کشتی آنجلیکا که احتمالاً حالا کسایی که ایران بودن کشتی آنجلیکا 3000 بار تلویزیون پخش شد و تخصصشون روی دریا هست، روی کار دریا. اما اینی که حالا تجربه من چجوری بود، به هر حال تجربه‌های خودشو داشت، خاطرات خودشو داشت و اصلا اینکه با یه سری دریانوردی ما سفر می‌کردیم که اینها کارشون این بود، دریانوردی بود و لنج داشتن. این دو تا کشتی که شما تو فیلم دیدین لنج هستن که اینها رو روی بدنش رو اومدن به شکل قدیمی در آورده بودن، اون اتاقک‌ها رو روش سوار کرده بودن. به خاطر همین تجربیات خودش رو داشت، ولی حالت دریازدگی که شما میگید من نداشتم، ولی بود که مثلا از اعضای تیم خصوص روزهای اول که تا تنگه هرمز میرفتیم بود که حالت دریازدگی بهشون میاد، ولی خب چیز خاصی نیست، میگه قرص کوچیکی هستش و برطرف میشه سر اون حالت دریازدگی. سوال بعدی بفرمایید. How do you prepare yourself for a very like emotional scene? Like, let's say your mom just died. ولی وقتی که بازیگر میشین، حالا همیشه آدم فکر میکنه که چجوری یک صحنه به خصوص، یک سینه به خصوص شما انتخاب میکنید و فکر میکنید چجوری واسه این آماده میشه. وقتی موقعی شما بازیگر میشین و سناریو رو به شما میدن و شما سناریو رو میخونین، برای یک نقش آماده میشین، یعنی مثل یک سفر میمونید. حالا این نقش خشم داره، عشق داره، به خدمت شما بگم مثلا چیزی خوشش میاد، چیزی بدش میاد، همه اینها رو بر اساس اون مثل یک نقاشی طراحی میکنید و سعی میکنید که در مسیر اون طراحی که خودتون برای نقشتون کردین جلو برید و حالا از ایده پردازیایی که کارگردان هم داره استفاده بکنید. ولی بیشتر میتونم بگم وقتی که این یک جزئی از کار میشه، موقع دیگه یک دونه‌شو نمیشه برداشت و گفت چجوری اینو برای این کار، برای این مثلا صحنه موشنال مثلا خودتون آماده میکنید. اون دیگه برای کل اون طراحی که شما دارید میکنید خودتون آماده کردین برای ایفای یک نقش. حالا هر چقدر که بلندتر باشه اون به اصطلاح طراحی اون کار بزرگتر و وسیع‌تر، و هر چقدر کوچیک‌تر باشه کمتر. یه نفر داشتیم. اولا که من 10 کیلو اضافه وزن کردم برای فیلم. من در زمانی که این فیلم رو 89 کیلو بودم، به خاطر اینکه سعی کردم خودم رو برسونم به بدنی که یک دریانورد داشته باشه. و حالا یک سری صحنه‌ها ما داشتیم که بعداً حذف شد، یک سری صحنه‌ها داشتیم که اون موقعی که می‌خوام برن اون کاپیتان سلیمان رو نجات بدن اینا لباس نداشتن، ولی بعداً بهمون گفتن نباید این لباس داشته باشیم. بعد این صحنه هم که شما میگین بازم جواب دوست قبلیمون رو هم تکرار میکنم. اون دیگه موقعی که قراره که یک صحنه جنگی داشته باشیم ما معلم شمشیرزنی داشتیم و خب معلم شمشیرزنیمون موقعی که مثلا سر ست کار نداشتیم میرفتیم اون رو شروع کردیم باش کار کردن و او برامون طراحی میکرد که شمشیر رو چجوری بگیم دستمون رو، چجوری حرکتش بگیم، چجوری نیزه رو دستمون بگیریم، اون پتکی که من دستم رو چجوری دستم بگیرم و طراحی با هم دیگه باید، چون طراحی ما رو میکرد، طراحی اون حالا دزدان دریایی یا اونایی که روبروی ما بودن هم میکرد دیگه. مثل یک رقص مونه، کوریوگرافی داره ببینیم بیشتر این کار. اول از همه خوشحال میگم برنامه بسیار فیلم قشنگی بود. با توجه به تجربه در حقیقت که از سینمای ایران حساسیتایی که مثلا تو فیلم برداری هست، یه سوالی داشتم راجع به قسمت‌هایی که در تایلند و چین فرمودیم فیلم برداری شد. البته خب اقتباس مستند تاریخی نبود، ولی خواستم ببینم مثلا مسئولین محلی اونجا بازجویی خاصی انجام دادن یا اظهار نظر خاصی کردن. مطمئن نیستم، ولی برای تایلند فکر نمی‌کنم، ولی چین فکر می‌کنم.
اینکه چین خود هر کشور کمونیستی و یه سری قوانین عجیب و غریب، فکر میکنم که برای اونها یک سری ما مشکلات داشتیم، چون قبل از ورودمون به چین اصلا یه سری صحبت‌ها با اون کردن که این کار نکنیم، این کار نکنیم، مواظب باشیم، اینجا حواسشون خیلی هست به خارجی‌ها. و به خصوص جاهایی هم که ما میرفتیم برای فیلمبرداری، شهرهای بزرگ نبود، شهرهای کوچیکی بودش که حاشیه شرقی چین بود و شهرش هم با اتوبوس میرفتیم، ولی فکر میکنم که در چین بیشتر بوده باشه، ولی در تایلند فکر نمیکنم. بله. ببخشید، ته سالن آقای please go ahead and ask your question. Just wondering if you were able to get on board one of those amazing replica ships, or if it was mostly you were only able to act on a set, or if you got on board one of those ships. ما همیشه آن بورد بودیم، میتونیم برش ترجمه کنیم. ما همیشه آن بورد بودیم، یعنی که کشتی واقعی بود، ما همیشه در دریا بودیم و They were always on board on actual ships. سوال بعدی. Does that answer your question? Yeah. بفرمایید. ببخشید ما چون اینجا کمی تاریکه واقعا، نورا که چشم ما هستن، برای همین ما نمیتونیم شما رو درست ببینیم. اگه کسی سینمای ایران ما ببینم که افق این سینمای اکشن ما، صحنه‌های ویژه‌مون رو چطور می‌بینید؟ شما افق این صحنه‌ها رو چطور می‌بینید؟ چون دوربینامون این مقدار بهتر شده، ولی صحنه‌های ویژه‌مون هنوز منظورت مثلا اسپشیال افکت از صحنه‌های ویژه منظورتون چیه؟ بله. خب بستگی به پول داره. شما صحبت که داریم میکنید، خب بالاخره فرق نمیدونم مثلا میگیم مثلا پیکان و پرشه بالاخره داستان سر این وقت پول ببینید منابع مالیش یک بخش زیادیش امکاناتی هستش که برای اون جلوه‌های ویژه هست. یعنی ما دوربین، حالا من اولا که وسط اینکه جواب سوال به شما بدم، دو تا مهمون خیلی عزیز برای من اینجا هستن، هم آقای فرهاد صبا کارگردان بزرگمون، آقای محمد رحمانی کارگردان تئاتر. بیشتر حالا اگه یه موقعی شما آقای صبا ببینید، آقای صبا میتونن بیشتر براتون توضیح بدن. ما امکاناتمون در ایران امکانات بدی نیست، زیاد نیست ولی بد نیست. یعنی دوربین‌هایی که به هر حال سینمای دنیا دارن باش فیلم میسازن در ایران هم وجود داره، ولی یه نکته هست، یه سری نرم افزارها هست که اونها رو باید داشته باشیم که خب قاعدتاً وقتی نرم افزار وارد میشه تکنیسیانش هم باش وارد باید بشه، یا باید بچه‌ها یاد بگیرن همچین چیزی رو که دور نیست باز این اتفاق برای سینما. و دومیش مسئله بعد از فیلم برداری هستش که چجوری اون پروسه طی میشه. به خاطر همین من فکر میکنم که در زمینه سینما به عنوان اینکه ما ایرانی‌ها به هرچیمون شاید برای اون ناراحت کننده باشه، ولی جلوی همه خارجی‌ها سرمون واسه سینمامون بلند. ما جزو 14 کشور اول دنیا هستیم در زمینه سینما. ما همیشه در بین 100 تا کارگردان برتر دنیا همیشه چند تا از کارگردان دنیا هستن. سینمای به شدت شریفی داریم ما، برعکس اون چیزی که بعضی از حالا آدم‌های ناخلف میخوان که دربارش صحبت بکنن. به خاطر همین استعدادهای فوق‌العاده‌ای هم داریم در همه زمینه‌ها. من فکر میکنم که حالا از نظر اینکه افقی که شما گفتین بعد از این دوران رکود فعلی که وجود داره الان به دلیل سوء مدیریت‌ها، فکر میکنم که روشن باشه. یعنی تا حدودی ما نمیگیم در 4 تا باز کنن، لای در باز کنن همه چیز اوکی. وقت برای 2 سوال دیگه داریم. شما آقای من خیلی خوش آمد میگم و با توجه به اینکه این فیلم همونی که خودتون گفتید یه فیلم سفارش بوده در واقع، خب با توجه به محدودیت‌هایی که از نظر حالا قصه‌ای که خیلی جای کار داشته، چیزی بود که مثلا شماها یا خود آقای بزرگنیا درگیر این باشین که با توجه به محدودیت‌ها نتونستین انجام بدین، یا اینکه فکر کردین که این درگیری‌هایی که به هر حال با توجه به محدودیت‌ها اتفاقی افتاد تو این فیلم که قصه به این سمت بره؟
درگیری منظورتون نمی‌فهمم. با توجه که این فیلم سفارشی بود. درگیری با کارگردان یه صحنه دوست داشته باشه. بله. یا شما سر یه پلانی سر یه سکانسی دوست داشته باشید جور دیگه عطف یا اتفاق یه شکل دیگه پیش بره. اولا که ببخشید خانم نصیرپور من یادم خانم نصیرپور اینجا هست. ممنون که اومدید. مرسی. درگیری که شما درش صحبت میکنید ما یه درگیری داشتیم به خاطر اینکه مدیریت عوض شد طور معمول و مدیریت قبلی خیلی آقای جعفری جلوه خیلی مشتاق بودن که این فیلم ساخته بشه و خیلی حمایت کردن و در مدیریت جدیدی که اومد برای سینما دوست نداشتن. حالا دوست داشتن کمتر دوست داشتن و یه سری مشکلات داشتیم، اما فیلم یک تهیه کننده درجه یک اسم آقای حسن بشکوفه که با وجود تمام ناملایماتی که براشون ایجاد کردن، من میدونم که گاهی خودشون اصلا پول دادن برای اینکه فیلم زمین نمونه و گفتن من بعدا میرم میجنگم پولم رو دوباره از فارابی میگیرم و از هزینه شخصیشون استفاده کردن. شاید اگر یک تهیه کننده دیگه ای بود هیچ وقت این فیلم سرانجام نمی‌رسید. شما خوب نبود. فیلم فروش کمی کرد. شهرستانا که تقریبا نفت. تهران فروش خیلی کمی کرد. عواملی هم که باعث این کم فروش بودن فیلم بودش که فصل فیلم فصل بعدی بود. تعداد سالن‌هایی که بهش دادن تعداد سالن‌های کمی بود. از طرف دیگه هم مردم ما اساساً به خاطر اینکه حالا شاید نمیدونم این سری فیلم این نوع فیلم ها رو در تلویزیون مثلا دیدن یا حالا همزاد پنداری نمیتونن بکنن با شخصیت‌های اصلی قصه یا حالا به هر دلیل دیگه زیاد روی خوشی این فیلمشون ندادن. این واقعا چون دستشون خیلی بالاست. علتی که همه اینجا جمع هستیم و شما تشریف دارین برای خاطر زلزله آذربایجان. یه سوال اول که شما تشریف بردین اونجا دیدین که خبر بوده اونجا و بعد این بنیاد ساله که شما می‌فرمایید که باید کمک کرد چه کسانی هستن؟ چشم. اولا اینکه من مدتیه که ساکن کانادا هستم. در زمان زلزله هم نبودم و اگه بودم خب حالا مطمئنا میرفتم و سعی میکردم که کمک کنم. بنیاد خیلی ساله هم من میشناسمشون، یعنی که آقای علاوند و خانم منی آدم رو که اون خیلی رو دارن رو میشناسم و اگر شما بخواید اگر به حرف من اعتماد دارین که خب این اگر نه که بیرون سالن فکر میکنم یک اساسنامه‌شون یه چیزی رو گذاشتن. از طرف دیگه من پیشنهادی که خودم بهشون دادم اینه که پولی که به صورت نقدی جمع میشه رو کالا بکنن و به مردم بدن و بعدا هم اعلام بکنن که حالا مثلا چون با توجه به اینکه فصل سرده و روستاهای اونجا خیلی سرمایه وحشتناکی دارن، به عنوان مثال مثلا چون مثلا 50,000 تا پتو مثلا بدیم بهشون یا همچین چیزی. ولی مطمئن باشین که اگر کمکی کردیم، چه حالا کمکی به عنوان این بلیتی که خریدیم یا حالا کمک دیگه اگه دلتون میخواد بکنیم، مطمئن باشین به دستشون میرسه. آخرین سوالمون شما آقای رسمی. خواستم میدونم که شما رشته تحصیلی تو چیز دیگه بوده و بعد کلاس بازیگری رفتیم و بعد بار پس شد با این وارد سینما شدید. بعد از اون کلاس بازیگری دیگه شما ادامه دادید و اگر که نه آیا تصمیم دارید که ادامه بدید و این رشته رو جدا از تجربه‌ای که تو سینما انجام بدید و عرض کنم که من رشته تحصیلی مدیریت بازرگانی بود و کلاس آزاد رفتم و بعدش هم هنرپیشه شدم، ولی فکر می‌کنم که شغل اصلیم الان سینماست، نمیگم بازیگری. کلاس‌هایی رو هم الان دارم میرم، تا واقعا نرفته بودم تو ایران دیگه قابلیت اینه که بتونم برم کلاس نداشتم، ولی اینجا الان میگم ساکن تورنتو هستم و اونجا دارم مدرسه فیلم میرم تا زمانی هم که شاید اسمشو بذاریم اجباراً مثلا یک توفیق نصیب ما شده که بریم میریم بدون اینکه کسی بدونه که من بک‌گراندی دارم، میرم و قاطی دانشگاه میشینم اونجا
تو فکر این هستم که یه سری تجربیات کسب بکنم که حالا هم برگردم ایران تجربه‌ام بهتر شده باشه، بتونم اون رو انتقال بدم، هم که دلم میخواد که بقیه چیزایی که در سینما هست مثل کارگردانی رو اگر حالا استعدادی در من وجود داشته باشه اونا رو امتحان کنم. شما خودتون که یک از مسابقات گفتید که یکم وقت گذاشته رو کار آلبومتون رو بعدش اون مال اون زمان مصاحبه بود، یعنی ما 5-6 ماهی این کار کردیم برای اون حالا آلبوم موسیقی، بعد دوباره من برگشتم به خونه اول خودم، دوباره دارم از این ور شروع میکنم. امیدوارم حالا که مسائلی که در داخل ایران دچار حرفه ما شده زودتر مرتفع بشه، ما بتونیم همه هنرمندایی که تعدادشون کم نیست که دونه دونه از ایران رفتن دوباره برگردن، شاید کارم مهیا بشه، دوباره بتونیم یک کارهایی رو بکنیم که شرمنده شما نشه.